سلام به کانال تراکر خوش اومدید. محمد هستم از کانال تراکر. از اون آدمایی نیستم که میگن فیلم های ما رو نمیدونن. لایک کنید و کانال ما سابسکرایب کنید و کامنت و اینجور چیزا، ولی شما این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید تا زودتر از همه بتونید ویدیوهای ما رو تماشا کنید. ویدیو قبلی ما رفتیم فروشگاه رنو رو پیدا کردیم و یک رنوتی که الان در تصویر مشاهده میکنید خریدیم. قرار شد که توی این ویدیو، یعنی همین الان که داریم ویدیو میگیریم، این رنوتی رو ببریم اسپورت کنیم. پس بریم تو کارش. خب من از قبل ماشین رو اینجا آماده کردم. صدا چقدر زیاد بود. خب من از قبل اینجا ماشین رو آماده کردم و آوردن اینجا روشن شد. خب بریم که رفته باشیم اینجا. خب بریم. اولی که میرم ماشین رو اگه سرویس میکنم و دوباره نوشته اسپورت. بریم. To my nigga Pac. Live my life as a thug nigga until the day I die. Live my life as a boss player, cause even getting high. These niggas got me tossing shit. I put the top down, now it's time to floss my shit. Keep your head up, nigga, make these motherfuckers suffer. Up in the pins, burning rubber. The money is mandatory, the hoes is for the stress. It's criminal lifestyle. You cook with the bulletproof vest. Make sure your eyes is on the meal ticket. Get your money, motherfucker, let's get rich and real. Kick it, all eyes on me. Live life as a thug nigga until the day I die. Live life as a boss player, all eyes on me. خب آقا رنو رو اسپورت کردیم. بریم یه نما داشته باشیم. همونطور که توی فیلم دیدید چند بار رنگش عوض کردم. اول سفید گذاشتم، اکثر جاها که مشاهده میکنی استیله، به خاطر همین وقتی رنگ سفید گذاشتم اینا معلوم نشد. الان سیاه گذاشتم، قشنگ ماشین به رخ اومده. به به. خب آقا اینو بریم توی یه نمای شبم چراغا رو اینا روشن کنیم. به بریم یه شبم توی شبم داشته باشیم. بریم اینجا بخوابیم که شب بشه. خب بریم که شب بشه. ساعت 3:04، 1:58، یعنی همون 2. خب بله، همونطور که می‌بینید هیچ معلوم نیست. فرمون رو صاف کنیم. خب چراغای کوچیک. به بریم واسه چراغای بزرگ. بله. بوق دوم. از نظر من بوق اولش بهتره. خب اینم از رنوتی ما. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. خدا نگهدار.